بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما دوستان، امیدوار هستم صحت سلامت باشید. درس امروز ما از قسمت لیاوت است یا پیج لیاوت. دیروز درس خود را از قسمت مینیوی دیزاین کاملا به اتمام رسانیدیم و امروز قسمت پیج لیاوت یا لیاوت هم میخوانیم. نخستین بخش لیاوت که از بخش مارجنز است. مارجنز حاشیه صفحه را میگه. مثلا من یک متن می داشته باشم، اینا رو منظم هم میکنم. بله منظم است. در قسمت پیج لیاوت اینجا اولش هست مارجنز، حاشیه صفحه را میگه. حالا حاشیه اینی قسمت ها را میگه. ببینید دوستان، یعنی در واقع این قسمت هایی که خالیگاه است، اینا از طرف بالا از طرف پایین، اینا را همیشه حاشیه میگه که اینجا در واقع یک انچ از 4 طرف انتخاب شده. شما اگر میخواین امیره تغییر بدین، نیرو رو انتخاب میکنین، بازی از بالا پایین راست و چپ 0.5 ببینین تغییر میکنه. اگر اینا رو بیشتر هم بسازم، اما حاشیه ها یا نقاط خالی کمتر شدن. این قسمت این قسمت این قسمت اینا کمتر شدن. حالا بحث دیگه در این قسمت، مثلا اینا همش موارد است که شما میتونید انتخاب بکنید. مثلا از طرف بالا 1 انچ، از طرف پایین 1 انچ، از طرف راست 2 انچ، از طرف چپ 2 انچ. به این شکل تغییرات که شما میخواین وارد میشه. ولی معمولش همی است که از بالا پایین چپ راست 1 انچ انتخاب میشه. معمولا از این سایز یا از این ساختار بیشتر استفاده میشه. این بود بحث مارجن. بحث دیگه کستوم مارجن است. کستوم مارجن در اینجا میتونی خودت انتخاب بکنی. کستوم انتخابی را میگه. مثلا من میگم 0.5 از طرف بالا باشه، از طرف پایین 1 باشه، از طرف چپ 0.5 باشه، از طرف راست هم 0.5 باشه. بحث دیگه دوستا در قسمت gather مکان استبلر را میگه، مکان سیم. بعضی کتاب ها رو شما دیده باشین با سیم و اکثر کتاب ها با استبلر یا چپتر ها اگر باشه، و کتاب های دیگری را که شما میبینین برای سرش یا موادهای دیگری استفاده میکنن، به اینا بیشتر استفاده میشه. مثلا شما یک چپتر دارین میخواین پرینت بکنین، طرف اگر انگلیسی باشه به طرف چپ صفحه جای gather یا جای استبلر را میتونین بگذارین، و اگر فارسی، پشتو یا زبان دیگری باشه ملی افغانستان، اونا رو هم شما میتونین که طرف راست بگذارین. حالا اینجا 0 است، من اینجا شما تغییرات رو دیده میتونین. مثلا من میگم 1. این قسمت 1 انچ چی میگیره؟ امو جای گده را انتخاب میکنه. حال طرف ببینید این نقطه نقطه را که شما میبینید، این 1 انچی است که خاص برای امو استبلر یا هر مورد دیگری که به خاطر ترتیب تنظیم چپتر باشه استفاده میشه. این را شما اینجا مشاهده میکنید. حالا میگه طرف چپ باشه، میگیم بله. اگر فارسی، پشتو یا زبان دیگری بود، مثلا میگیم طرف راست باشه. بسیار به ندرت دیده میشه که چپترها از طرف بالا استبلر شوند. باز اگر خواستی نمانه طرف بالا را میتونید انتخاب بکنید، ولی معمول است که طرف چپ انگلیسی ترتیب تنظیم میشه. بحث دیگه اورینتیشن است. اورینتیشن باز بعدا ما شما میخوانیم دینی قسمت، ولی حالا هم ساده است. پورتریت صفحه ما بگه به شکل عمودی باشه، یا لندسکیپ صفحه ما به شکل افقی، هر گونه که خودتان خواستین. بعض چپترها به شکل عمودی است، اکثریتش البته یک تعدادش به شکل افقی. این باز انتخابی است دیگه. مالتیپل پیپرز این شکل ورق است، به این شکل 2 دانه ای باشه. 2 pages per sheet میگه 2 صفحه رو در یک صفحه بر تنظیم کنه. اینه به این شکل. به این شکل هر شکلی که باز خودتان خواستین میتونین اینا رو چی بکنین؟ تنظیم و ترتیب بکنین.
من نمیگم نورمال باشه، نورمال. در این قسمت گفته whole document this point forward. whole document میگه در تمام صفحه همی تطبیق شوه یا در می صفحه که تو قرار داریم من میگم در تمام صفحه تطبیق شوه، پورتریت باشه. بس دیگه در اینجا set as default، امی تغییراتی که شما آوردین اینا را به شکل استاندارد می قبول کنم. من میگم بله، yes، آنمو تغییرات وارد شد. شما در بخش پرنت هم ببینین، ببینین طرف بالا و چپ یک گونه است و دیگه سمتا این طرف و طرف چپ و طرف پایین فاصله ها زیاد است. چرا؟ به خاطر که ما شما را انتخاب کردیم. این قسمت جای gather یا جای استبلر یا هر آن مورد دیگری به خاطر تنظیم و ترتیب چپترها یا کتاب ها هستند. این بود بحث کستوم مارجن، قسمت مارجنز. دیگه بخش پیپر، ورق هست. اینجا شما ورق تان انتخاب میکنید. معمولا ورق که بیشتر استفاده میشه در چپترها، در دفاتر اینا، A4 است، به نام این ورق های سفید که بیشتر مشهور است و محبوب است. A4 است. اگر شما خواستین باز دیگه صفحه را داشته باشین، مثلا A3 بگیرین. یک نکته بسیار مهم را دوستان متوجه باشین که در سایز یا اندازه صفحه ها به هر اندازه ای که آمار و ارقام بلند باشه در واقع سایز کوچکتر می باشه یا اندازه کوچکتر می باشه. به هر اندازه ای که آمار و ارقام پایین تر باشه سایز بزرگتر می باشه. به چی معنا؟ به این معنا مثلا ورق A3 که از بزرگتر از ورق A4 است، ورق A4 که از بزرگتر از ورق A5 است، ورق A5 که از بزرگتر از ورق A6 است. همینطور به گونه ترتیب بندی شما میتونید. این بحث دیگه envelopes از شکل ورق، مثلا امی کسایی که موارد را انتقال میتن به یک آدرس مشخص اونا، ولی سایزی که بیشتر استفاده میشه اون بحث ورق A4 است که شما میتونید نزدیک چی بکنید استفاده بکنید. بس دیگه width height، شکل مثلا میگه عرض و طولش هست. مثلا عرضش چقدر باشه اینجا شما میبینید و یه هم طولش هست، بلندیش به این شکل. تغییرات هست که شما میتونید خودتون. first page default اینا انتخاب هستند، پیپر سورس نشان میده. و این قسمت گفته که whole document در تمام داکومنت می تطبیق شوه یا this point forward یا تنها من دمی صفحه قرار داره. من میگم نه، در تمام داکومنت تطبیق شوه. printing option که بس پرنت است، بس آپشن است که ما در آخر با زیر مورد مطالعه قرار میدیم از طریق فایل امی است. مثلا اوکی میگم، همون تغییرات در این قسمت چی میشه؟ وارد میشه. شما اگر در پرنت هم بیاین همون تغییرات قابل لمس را میتونید ببینید. همون تغییرات وارد شده. بحث دیگه در قسمت مارجنز، کستوم مارجنز. پیپر تمام شد، لیاوت صفحه است. بحث سیکشن دوستا همراه دایرکشن البته که ما خواندیم، سیکشن در این قسمت میخوانیم. قسمت نکست پیج بخش سیکشن است و این قسمت هم بخش سیکشن است که اینا رو ما شما باز در قسمت بریکس مورد مطالعه قرار میدیم. در قسمت مارجن یا حاشیه صفحه، این قسمت در قسمت لیاوت. بحث دیگه در این قسمت است، البته دایرکشن صفحه را خواندیم یا سلکشن اینو. در این قسمت منیوی هوم شما ببینید right to left از طرف راست به طرف چپ، left to right از طرف چپ به طرف راست ساختاری است که تنظیم میکنه که اونا را ما قبلا مورد مطالعه قرار دادیم، در ریکورد ها وجود داره، شما میتونین بشنوین و ببینین و بخوانین. different odd and even page میگیم صفحه های تاق و جفت ما تغییر باشه. و different first page مثلا من ایره انتخاب میکنم، میایم در قسمت هیدر فوتر قبلا ما شما خوانیم. مثلا من اینجا
نوشته میکنم یک متن به این شکل، به این شکل بزرگ، مثلا فراست educational academy، اینا رو نوشته کردم. میایم در قسمت اینا رو من مثلا در وسط هم قرار میتم، مثلا اینا را یک همیشه بزرگ میسازم به این شکل. ببینید دوستان، ما در این قسمت آمدیم، در قسمت پیج لیاوت، در قسمت مارجن، در قسمت کاستوم مارجن. اینجا گفتیم که در قسمت پیپر different odd and even page، صفحه های تاق جفت متفاوت باشه. حالا صفحه اول ما هیدر داره، صفحه دوم ما نداره، صفحه سوم ما داره، صفحه چهارم ما نداره، صفحه پنجم ما داره، صفحه ششم ما نداره. یعنی در صفحه های تاق آورد، در صفحه های جفت نیاورد. چرا؟ به خاطر از اینکه ما اینجا گفتیم که صفحه های جفت و صفحه های تاق متفاوت باشه. بس دیگه different first page، صفحه اول ما متفاوت باشه. اوکی میگیم، میایم در قسمت second، صفحه اول نداره دیگه، صفحه ها همش در واقع مو هیدر و مور ساختار را به خود گرفته. ایره چرا به این شکل آمده؟ به خاطر از اینکه در قسمت کاستوم مارجن، در قسمت لیاوت، بخش different first page فعال است. بخش دیگه از هیدر فوتر. هیدر فوتر ما قبلا خواندیم، مورد مطالعه قرار دادیم، دکشا خواندیم در قسمت مینیوی انسرت. این قسمت هیدر فوتر ما شما خواندیم که شما میتونین ببینین و یا ساختار ساده است که هم شما میدانین. حالا در این قسمت شما میتونین که همون ساختار هیدر فوتر تنظیم بکنین. هیدر فوتر مثلا 0.5 هم به این شکل، هم فاصله های که است به این شکل. ببینین این فاصله ای است که در هیدر ما داریم و این فاصله ای است که ما در فوتر داریم. فوتر میتونین نوشته کنین مثلا پیج نمبر بگذارید یا مثلا تاریخ را بگذارید، هر تاریخی که هر ساختاری که خودتان دوست دارین. این بود ساختار بحث مارجن، کاستوم مارجن، لیاوت صفحه. و بس دیگه در این قسمت دوستا vertical alignment است. مثلا شما بعضی اوقات نیاز می داشته باشین که مثلا من اینجا نوشته کردیم فراست educational academy. در این قسمت مثلا من نوشته میکنم report. این را من بزرگتر هم میسازم تا ای که شما بیشتر و خوبتر بدانین و معلوم شود. بولد هم این را میسازم، در این قسمت قرار میتم. حالا ببین در بالای صفحه قرار دارد. در بالای صفحه ما میایم در قسمت لیاوت، در قسمت مارجن، کاستوم مارجن، لیاوت. اینجا چرا؟ به خاطر از اینکه تاپ انتخاب ما میایم سنتر در مرکز باشه. امیره بر در سنتر در مرکز چی میته؟ قرار میته. در پرینت هم بوری با مشکل. یا مثلا من در قسمت مارجن، کاستوم مارجن، در قسمت لیاوت اینجا میگم که امی در قسمت باتم پایین صفحه باشه. این در قسمت پایین صفحه چی کرد؟ ایره قرار داد. این شما اگر بیاین قسمت پایین صفحه ایره قرار داده. در قسمت مارجن برمیگردیم کاستوم مارجن. در این قسمت مثلا باز قسمت لیاوت من میم جستیفای خودش منظم میکنه، خودش منظم تنظیم کرد. و در قسمت بعدی در قسمت لیاوت اینا apply to document whole document، در whole تمام در تمام داکیومنت تطبیق شود یا this point forward تنها دمی صفحه من میمنه تنها دمی صفحه تطبیق شود که آن چرا به این شکل آورد؟ به خاطر از اینکه این قسمت ما کرسر ما رو بانیم بگذاریم در قسمت لیاوت. در این قسمت من میم تنها دمی سکشن تطبیق شود، دمی سکشن تطبیق میشه یا دمی بخش تطبیق میشه، در دیگه بخش ها تطبیق نمیشه. بس دیگه در این قسمت داریم لیاوت. بس دیگه
باردرس است. باردرس ما شما خواندیم، در کجا خواندیم؟ در قسمت منیوی دیزاین، در این قسمت یا در تب دیزاین در قسمت پیج باردر اینا رو مورد مطالعه قرار دادیم. و بحث دیگری که اینجا داریم در کاستوم مارجن، در لیاوت بحث لاین نمبر است یا نمبر گذاشتن برای خط ها. ایره در کجا میخوانیم؟ این در قسمت لاین نمبرز در تب لیاوت در قسمت مورد مطالعه قرار میدیم. درس ما از قسمت مارجن، کاستوم مارجن، پیپر، لیاوت تمام شد و کمند بعدی یک میخوانیم این بحث اورینتیشن است. اورینتیشن مثلا من اینجا یک متن می داشته باشم، این دوباره بسته میکنم به این شکل. اینجا ما متن دارم، میایم اورینتیشن نوعیت صفحه پورتریت به شکل چی است؟ به شکل عمودی است. شما میتونید رو ببینید عمودی. من میمونه افقی باشه، کاری که ما شما در قسمت پرینت هم انتخاب کردم میتونیم. شما میتونید از اینجا هم انتخابش بکنید. اورینتیشن ایره خواندیم اورینتیشن پورتریت اور لندسکیپ، اینجا هم انتخاب میشه. شما از قسمت تب لیاوت از این قسمت هم انتخاب کنید پورتریت به شکل عمودی، لندسکیپ به شکل افقی، یعنی سفر به شکل افقی تغییر داد. بس دیگه در این قسمت من عمودی باشه عمودی. سایز است، سایز ورق گفتیم اینجا انواع مختلف ورق ها است، ولی این قسمت سایز انتخاب شده ما منیو A4 است یا شکل A4. این بود درس امروز دوستا که خدمت شما تقدیم کردیم و فردا بخیر از قسمت کالم درس خود را ادامه میدیم. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. ایام و کامتان.